درود و پیام به همه شمایان بینندگان گرامی محترم مخلصان برنامه شام سمرقند. شماره نوبتی برنامه دوست داشته شما باز این بیگاه مهمان خانواده شما می باشد. ما برنامه خود را امروز از مدرسه شرزود گرفته میبریم. السلام علیکم اهل سمرقند زیبا. از آن که در این روزهای پرفیض همراه شمایان دیدار بینی کرده ایستادیم خیلی و خیلی هم خرسندیم و البته ما شکر دور و زمانه رو میگیم که زیر آسمان صاف مصفا زندگانی کرده عمر به سر برده مهنت میکنیم. شکر گوییم زندگی را با همه نیک و بدش، شکر گوییم بخت را با آمد و ناآمدش میگیم. و اینک ما برنامه امروزی خود را آغاز میکنیم و همچون انعنه یک سرود خوب و دلنواز را به دقتتان حواله میکنیم. مرحمت تماشا کنید و بهره برید.
برنامه شومی سمرقند ادامه دارد. حالا باشد نوبت را باز به کی میدیم؟ نوبت را باز به نمایش لوحه نوبتی که ما امروز تیار کردیم دادنی هستیم. امروز ما درباره اهل عائله لیزا رحیمова یکی از صنعتکاران شناخته و نامی که هم در ناحیه سمرقند و عموما در ولایت سمرقند ما مشهور هستند حرف زدنی هستیم، زیرا این عائله اکای ما رسول من خود شما هم گواه هستید که در همه تدبیرهایی که در ولایت ما میشوند فعالانه اشتراک کرده با شعر و سرودهای قدیمی فولکلوری دل بینندگان را شاد می‌گردانند. البته درباره لیزا رحیمова چقدر سخن کنیم همین قدر کم است، زیرا این کس آوازی فورم دارند. ترانه آنها را نه تنها مردم سمرقند بلکه تمام مردم ازبکستان و تاجیکستان بسیار خوب میشناسند و نباشد بیایید یک جوره همون را تماشا میکنیم و همچنین میخوایم اضافه کنیم که تمام اهل عائله لیزا آیتی هم صنعتکاران بودند، هم نبیره هم فرزندان و هم شوهرشان. بیاید نوبت را به همین صنعتکاران میدهیم. مرحمت، یک جوره تماشا میکنیم. شنار بال ميد قادرني بلنديت ماس دمي يخكيم يا مهلر مجمعي مستمنديت ماس محاسرتان كزم عاش كيلي من استيان هوس سبتي غرجمن ديد ناس من استركشينين سبتي كلم بسنديد ناس فغان كن داير دون ايترا رفيقي تفمدم آجاو قيام برسام بلورلر يولغاشر هندمي همراو تلر من بهراو من ديب من تلب طب من بريدن هو نبهرة طب غمان آو دل كمان دين استقاي باراو وزيهم بهرمان بولماس مني هم بهرمان يلماس كزي زاري يسهر نيشكير ما يلمماتمها لبي شديد يراوزين اليم دنهم نجات بغاه سير إيمان خاطري مشاط صوتنا نتيهري بريبا ممكقات لم يهيات عليم نخاوني نوش خنديت مانس إلى جيب المساول ما هواش خرشيد تلدين كيك مسأو يلاقين شكلك حسني ملاحة دين يشم الشوك شوكي يتمس تنيم ببان بندي يتمس بقى
kim birini qilmadim men zirchash mi aşkı bağrım kim barasan etanı kalmasa sabrı kayarım kim kerek uçağı ki kav tırvışıya Majnun şiarım kim Bazık çeylimden özgürüm Yörgeceğim Lavlı semen etmez Saudi zülfünü kırgıç Yıllar ağayı tündüp kız Köngülden ağzın olgaç Rızfat kurbını tündüp kız Köngül heyrette kalma Kırmasan ey ne üçündüp kız Uray otluk yüzün açsa Ne yitegmesin dip kız Muhabbet tükmedin özge Uluz uzrespen ditme оилаи номбурдаи санъаткорон Лиза Раҳимова дар яке аз гузарҳои беҳтарини ноҳияи Самарқанд зиндагонӣ мекунанд. Маҳалли мо яке аз маҳаллҳои беҳтарини ҳамин ноҳияи Самарқанд ҳисоб меёбанд. дар ин маҳалла ободонӣ ҳама ҷошба корҳо ба ҷомондагӣ аъзои комитетҳо ҳамаашон маслиҳатчиҳо ҳамаашон корбарӣ карда истодем. халқи маҳаллӣ бекор бошад яке аз халқҳои беҳтарин дар инҷа ҳамин хеле ки ино бо якдигар ака ука хоҳар додар ҳамин иттифоқ ҳастанд. оилаи Турсунов амонака ва ҳамсарашон Лизоити мо оилаи яке аз беҳтарин маҳалла ҳисоб меёбанд. оилаи чиқадгӯем оилаи санъаткорон гӯям ман хафто намекардам. писарошон бисёр як инсонои хуб ҳастанд. зиндагии ҳаёташон аз пештарин оила ҳисоб меёбанд. оилашон зиндагишон ҷон наҳст. ҳамин санъат дода шуд ҳамон бачаҳо албатта банд мешуд кораш кати меҳнаташ кати ҳамун ҷаба ва файзу баракаам ҳаст оила ба ман ин оиларо қариб 30 сол зиёда ман медонам. худи Лизоитиноро аз давраҳои бачагиам ки дар китобхона кор мекарданду бисёр як зани оқила, зани меҳнатдӯст, зани бениҳоя санъатдӯсту ба одамон ба инсонон ниҳоят меҳрубон ва ғамхор мешуморам медонистам. бинобар ин манам вақте ки ба инҷо омадам ба ин оила афтодам боз аз наздиктар шиноса шудам ки ин кас боз ҳам меҳрубонтар ва ғамхортару боз ёри расонтар буданд. бисёр чизҳои муфидро аз ин кас мо омӯхтем дар зиндагӣ дар рӯзгор мана корфармуда истодаем. дар оилаи ин кас мана 4 фарзанд 4 писар ва 1 духтар доранд ки 4 келин оварданд. келинҳояшон ҳама соҳиби маълумоти олӣ мебошанд. ниҳоят санъатдӯст худи худашон ба ин набинанд ки одам монанд мешудааст ва хеле ба ҳамдигар ба модарисашонам ба якдигарашон хеле меҳрубон ва ниҳоят қалиланд ва дар кадом маърака дар кадом тадбир бошанд инҳо мехоҳанд ки инсонҳои атрофро хурсанд кунанд бо санъати худашон бо ҷалб кунанд ва нисбати ҳамин ва як меҳру муҳаббати худашонро ё хурсандии худашонро зоҳир карданӣ мешаванд. توی شود یار یار یاره هر روز روزی توی شود یار یار یاره توی شود و توی شود یار یار یاره هر روز روزی توی شود یار یار یاره ای یا چمانک شود یار یار یاره
کلی نکنک شود یار 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 ای و چمارک شود یار 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 کلی نکنک شود یار 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 کلی نکن گل برین یار 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 مرچ و قلم فر برین یار 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 کلی نکن گل برین یار 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 مرچ و قلم فر بر یار 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 گلاب گل خش کردم یار 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 بگانه را خش کردم یار 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 گلاب گل خش کردم یار 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 بگانه را خش کردم یار 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 کلی نکن گل برین یار 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 مرچ و قلم فر برین یار 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 کلی نکن گل برین یار 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 مرچ و قلم فر برین یار 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 انار تاشکن برین یار 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 انار تاشکن برین یار 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 سیبی سمرقند برین یار 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 سیبی سمرقند برین یار 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 و اکنون باشد ما میخوایم کم ترکک هم باشد همراهی سروران همین اویله انسانهایی و سببگوی اساسی صنعت‌دار شدن همین اویله لیزایتی و امانکه هم صحبت شدیم زیرا پدرجان و مادرجان همیشه در طول زندگانی خود حرکت کردند که فرزندانشان انسان‌های نیک شوند مهنت دوست شوند انسان‌های در زندگانی با راه درست میرفتگی شوند و همین گونه پسرها دخترها و کلین‌های خوب دارند. زندگانیتون چطور است آیتی جان؟ من از جانیم آرزو میکردم که همه خلق صنعت کردی منفعت دار شوند. من اکنون پدرم که ادبیات چی بودن صنعت و نزدیک از همون کس اعتباران من از اون کس ماندگی تربیه من اوکیم ظریف جان بسیار همین دو کس مهمان بیادم برای ما به صنعت جواب نمیدیم همین حتی به فرزندهاشونم دادرزاده هم خودم هم کلین هم فقط حرکت میکنیم که همین یک اهل آیلوانی اهل قشلاق اهل جایی که معرکه برایم همین صنعت ما کردی خلقه یک انتو خرسند کنیم چون که صنعت فایدهش همین که آدم های یاش میکند آدم های غمش مبررد برای همین خرسند همین به من بسیار فخر میکنم که من اکن من برادرم کردی من پسری کلانیم معلم کلین کلانیم هم معلمه هم من صنعت به دویم کلینم طبی با کار میکنم بسیار هم آزاده بسیار هم دلبر کلین سیمم مدیری کافدرایی زبان خارجی میشون که کسان بسیار سرم کتی بسیار اهل و چهارم کلینم همین کلینم بلکه دخترم که من ممکن من زرینه جان که بسیار همین خیلی من از راضی هم که شاکر که من کدام خیلی قم به الله همین خیلی کلینای قابل معقولی همین خیلی صنعت دوست داده است هم خیلی من فخر میکنم همین کلینا کردی که من ژورنالیستیک تمام کردگی باشم هم معلمه هم بعضی کتابم هم خیلی خانه بیم هم خیلی فرزنداشونم مبین هم دادرزاده هم دادر زنهای دادرم هم خیلی خودی دخترم برین هم خیلی دختری کلانیم اکو یک دیگه دخترم از مکتبی 14 علمی درش کار میکند من نبیرم نرگیزه نزدیکی به ترمش بردیم و یا همین صنعت و نظیر صنعت و من شرزود جان حاضر هم خیلی اشعاری نظم میخواند که من بگزاد جان هم خیلی اشعاری میخوام هم تو که آمدن بعدی که یک پیاله چای خوردم من همین میکنم که بهتر من اشعاری نکنی امروز چه اشعاری است با دیگر زندگی هم میشد لیکن صنعت با چیزی دیگر ده هم میخور سر میکنم من آتمگیتان با غراب من خیرم بلوسم آتمگیتان با غراب من خیرم بلوسم قيدنيش أوتي دداو على سنتال
صنعت با چیزی دیگر ده همه خرسند میکنه. من اکن دیه با میشود می و ناحیه با میشود می ولایت با می نوروز می باید میشود تدبیر ها میشود. همین ها به من حرکت میکنم که همون خلقهای خرسند کنم. کلین هم باید گپی ناز کردی التماس میکنم که جدایی هم نقض بشد که همین آدم های خرسند شد. با امید همین آدم ها من معرفه و تدبیر عمدمی همین ها امجا یک تا غذا گشترم خرسند شدن که من همین رزمو نقض خرسندی که گذشت. همین نقض که صاحب سلام بسیار آدمی مهنت کش من اگر نفق خیر باشنم بهتینیم همین خیلی رزق این کس من به هم خیلی شرایط نقض یارتی کرده مهیا کرده که من از دولت این کس همین خیلی یایره کرده من رضای نکرده من و رام کرده من هم تو از در میبیام که این کس هم خیلی من چهره نقض کرده قبول کرده میگیرن. من بختیار گفته بسیار خودم من میخواهم که نیواره‌هام پسرهام دخترم صاحبکای سرشون که انا هم خیلی خودی من برین هم خیلی نقض زندگان آیلا اتفاق شد. من همین حتی من همین زریچان دادرم همین خیلی بچه هاش که دخترش که هم خیلی خود فرزندای خودم برای همین روزش به همین دوره به بیگانی به یک جا نشینیم. اگر یک تکی اشیله خوانده سرود خوانده یا دیگرم خرسند نکنیم همین روز من خیالم به خودی همین البته همین خیلی که من همین خرسندی دوام میتیم که من همین روز بسیار من بختیار که همین دادرم همین سرودهای نقص میخونن. من زنهای دادرم دخترم کلینکای قابلم نیوری کم. من میخواهم که همه خلق کلینام از خودشون هم نقص با کلین و خیرن سزاوارشن. 6 فرزند دیدم خود یک شبای دادیم 5 تش من 4 پسر یک دختر. دخترم اون زوج مکتبی 14 شده کار کرده راهبری کرده گشته است. 4 پسر ما همیشه خاندار شده جا بجا نیوره ها گرد پیش ما اطراف ما پروانه شده گشته است. خدا بشکر ما پنسیونر شده پنسیگی سازیم. بسیار ناز من خرسند همین حیات دنیا. بچگیم بی کس و تنها گذشت با در و با خوش چینی ها گذشت. بچگیم بی کس و تنها گذشت با در و با خوش چینی ها گذشت. دامنش از خوش پر از دامن صحرا گذشت. دامنش از خوش پر از دامن صحرا گذشت. در سری سنگ همه روز انتظار میشمردم ترنها را هر بهار. در سری سنگ همه روز انتظار میشمردم ترنها را هر بهار.
بچگیم با قطار ترنه ها یک جا گذشت بچگیم با قطاری ترنه ها یک جا گذشت خنده می کردم به سوی شرشره خنده می آمد ز هر سوی دره خنده می کردم به سوی شرشره خنده می آمد ز هر سوی دره بچگیم خنده بر لب لب لبی دریا گذشت بچگیم خنده بر لب لب لبی دریا گذشت نامه ها بنوشته بودم به حساب لیک از آن سو نمی آمد جواب نامه ها بنوشته بودم به حساب لیک از آن سو نمی آمد جواب بچگی چون نامه بر یاری بی پروا گذشت بچگی چون نامه بر یاری بی پروا گذشت شست می انداختم بر رودی مست تا بیفتد ماهی تلا بشست شست می انداختم بر رودی مست تا بیفتد ماهی تلا بشست بچگیم با امیدی ماهی تلا گذشت بچگیم با امیدی ماهی تلا گذشت بچگی گل گل زرین بال من بچگی گل گل زرین یال من بچگی گل گل زرین بال من بچگی گل گل زرین یال من یال بالش غرق گل از بحر عمر ما گذشت یال بالش غرق گل از بحر عمر ما گذشت بچگیم من چطوری که خودتون گفتید 17 سال باز در این خاندان کلین شده عروس شده اومدم. من کلین کلانی همین خاندان می باشم. در این اوله اول پدر عروسم ترسونов اموناکا مردی بسیار با تمکین مهنتکش زحمتکش هستند. مادر عروسم رحیمова لیزایتی زن عاقله دانا خوشرفتار خوشگفتار خوش معامله مهمون دوست و صنعت دوست می باشند. من این شخص عزیز رو وقتی که در مکتب میانه می خوندم همراه خواننده ها به کتابخانه می رفتیم نظم می شناسم که ما رو با چهره کشاد پیشواز گرفته مهر و محبتی ما رو نسبت به کتابخانه زیاد کردن و شاهدی آن گشتم که با تقاضای حیات میگن من در این اوله کلین شده اومدم. با این کس باز از نزدیک شناس شدم. من اینها 5 فرزند رو به وی رسونیدن، 1 دختر 4 پسر. من 4 کلین دارن. ما اوسون ها کلین ها بین همدیگر بسیار اهلانه زندگی میکنیم. یکی ما معلمه، دیگر ما شفاکار، ژورنالیست هستیم. خطیان از نماینده های دیگر کس باشیم هم همه کلین های این خاندان صنعت رو دوست می‌داریم. حتی من نبیره هایم بسیار صنعت رو دوست می‌دارن. درباره مادر عروسم گفتنی باشم، این کس هم بسیار صنعت رو دوست می‌دارن و ما یگان معرکه ما نیست که به سرودخوانی، ترانه‌خوانی یا که به رقص گذرد. من با مادر کلین خود فخر میکنم. آن کس در وقت‌های خالی من رقص و سرودها لطیفه چیستانها را می آموزند. از این بغرض باز بر من حرف فارسی را آموختندند. من با یاری مادر کلینم قرآن خوان شدم. من با مادر کلینم عمری دراز رزق فراغ می طلبم. من هم می خواستم که مثل مادر کلینم انسان شوم در رویا. مادر کلینم بر ما بسیارتر مهربان هستند. آنها بر ما حکایت لطیفه و شعر و سرودها خوانده می‌دهند. پدر و مادر من یکی از پدر مادران بهترین محله می باشند. آنها من فرزند کلانی بوده، بعد از من باز 4 برادرم. پدر و مادرم همه ما رو معلومات عالی دادند و این چنین کلین های ما هم کلین های از همه بهترین محله حساب یافته. آنها هم همه‌شان معلومات عالی دارند و همه ما صنعت را خیلی دوست می‌داریم. یکی از عائله های نمونه محله بودنش این خیلی همه را خرسند کرده ایستاده است و من در آینده از پدر و مادر خود خیلی خرسند بوده به آنها در آینده کیفیت های ناز و میخواستم که همیشه ساق و سلامت بر سر ما فرزندان و نبیره هاشان همیشه ساق و سلامت باشند.
البته به این سخنان خوب همراه شده والدان محترم دست به دعا برداشته به فرزندان و به اهل سمرقند و همه ما روزهای نیک را تمنا دارند. من میخواهم که بتون اولین بار دنیا تنج کند برای وی من وی مانه مردم مانه تنج کند و فقط بسیار من شکر میکنم، بسیار من فخر میکنم که همین در سمرقند زندگانی کرده ایستادگیم بعد. امک جان نیت های نغز شما من در آخری برنامه چه خیلی نیت های خوبتان هست؟ نیتی من همین که من فرزندام همه وقت توی تماشا بیند، نیوره ها کلان شود، به توی یالق شود، پسرهاش هم به کلین لایق شود. خدا مایم و مادرش که تا آخری عمر مایه بودنشه خدا طلب میکنیم که تا آخر تیجی شود. آید صدای پای، آید صدای پای، آن سوی در دویدم، جستم تو را ندیدم، بار دیگر دویدم. چشمی تو دریا نمود بوسه به دریا زدم، چشمی تو دریا نمود بوسه به دریا زدم، زلفت بالا زدم، سیلا به شبها زدم، هر دو لبت گل نمود بوسه به گلها زدم، زلفت بالا زدم، سیلا به شبها زدم، هر دو لبت گل نمود بوسه به گلها زدم. نوبتی مو یاد رسید، مو با تو یاد رسید، موی تو تلو نمود بوسه با تلو زدم، موی تو تلو نمود بوسه با تلو زدم، زلفت بالا زدم، سیلا با شبها زدم، هر دو لبت گل نمود بوسه با گلها زدم، زلفت بالا زدم، سیلا با شبها زدم، هر دو لبت گل نمود بوسه با گلها زدم. بازی بالا نمان در بری رو جانمان، بازی بالا نمان در بری رو جانمان، در قدمت خم شدم
بوسه به دنیا زدم در قدمت خم شدم بوسه به دنیا زدم زلفت بالا زدم سیله به شبها زدم هر دو لبت گل نمود بوسه به گلها زدم زلفت بالا زدم سیله به شبها زدم هر دو لبت گل نمود بوسه به گلها زدم مالا بینندگان گرامی شما شماره نوبتی برنامه شامی سمرقند را تماشا کردید. از اون که در این چند دقیقه ها ما و دلهای شمایان یک آرام و خوشبختی بخشیده باشیم، خاطر شما بریده شده باشد، خود را خیلی هم سرفراز می حسابیم عزیزان. و البته ما این بعد هم در برنامه های آینده حرکت میکنیم که درباره عائله های این چنین صنعتکاران، درباره عموما انسان های نیک سمرقندی عزیزمان و دقت شمایان لوحه های جالب دقت را تهیه کرده حواله کنیم. فکر و درخواست شما را انتظاریم. سراغ ما شهر سمرقند کوچه فردوسی تلویزیون سمرقند برنامه ادبی موسیقی شامی سمرقند. خیر شاد و پیروز باشید. سربلند و نکونام، سعادتمند و همیشه در خاندانتون تینجی و آبادی باشد. خیر عزیزان. خدا حافظ.